مادر کیک بگوین چی بگوین حشرات همه را در مواد غذایی میندازن و در فوری ما میتن که پروتئین زیاد داره و اونجا خنده میکنن که این ملتش میاد احمد هست. من میگم که حشره بخو حشره میخوره، من میگم کیره بخو میره میخوره. خوشم هست چهار نامش دانشمند میگوین، نامش بچه که پروفسور اقتصاد و پروفسور دانشمند میگه او که پول میگیره او که فروختش دست به نظر میاد ولی همین پروتئین زیاد داره بخورید فایده داره. حشره را بخورید. همین براتون حشره را دو فارمای حشره سازی را ساخته براتون. فارمای گاوداری را از بین میبره، فارمای مالداری را از بین میبره. کل جهان همزمان روسیه هم میکاره میکنه، امریکا هم میکاره میکنه، اروپا هم میکاره میکنه. حشره براتون میده. باشه میگه اکثرا. یا میترسیم ما شما هدف ما میترسیم از این دولت ها از این سیاست ها میترسیم بسیار بزدل هستیم که توصیف بکنیم اینا را یا مردانوار استاد بشیم که حق رو بالا بگیریم. بی‌عدالتی زمانی به وجود میاره زمانی از این که سر شما ظلم میشه تا مظلوم نباشه ظلم کس کردن نمیکنه. ما مظلوم ظلم پذیر هستیم. کوتاه دوستا پرسش‌ها رو داشته باشیم. چشم من گلاس آب بگیر. ما راحت باشیم. دوستانی که پرسش داشتن بالا کنن. ضرورت معذرت میخوام اگر این برنامه یک شکلی باشه که حالت پرسش و پاسخ داشته باشه. ایشان سخنرانی میکنن، بیانیه سیاسی صادر میکنن، توضیحات عجیب غریب میدن. اطلاعاتشان هم قبلا هم گفتم در اقتصاد صفر است، در حقوق بین الملل تو نمره ندی اینا برای من نمره ندی بهتر است اینا توصیه میکنن. جای توصیه خو نیستین شما هم تو کار هستی برای من نمره بدی برنامه کی هستی؟ افراد خونسرد باشین لطفا. اونو بسر یک پریوری زمین اینا خارج کنین زرامی سر یا من خارج بشم کنترل کنین لطفا. آدم مقابل از یادم خدا کنترل کردن سخت است. این میآید توهین میکنه. اجازه بدین شما یعنی چیکار هستی جناب تو کسی که تو پریوری تانکر مهمانی اصلی برنامه مستون و سخنرانی میکنم. خوش هستی خوش هستی از پروگرام خارج شو. خوش هستی از پروگرام خارج شو. عربی سبیت امی کاری اسمی اصلا من چرا آمدم اینجا؟ کشور ما با اینی روش بدبخت میشه ضرابی سب. تو چرا نمیری که قدر کشور تا خوش داری اونجا خوشبخت بسازیم؟ چرا به کلادا کشتی؟ چه اهمیتی داره رفتن با رفتن؟ چرا توی خمیت پرسی که مقابل جهان کپ میزنی؟ جرات چرا داری؟ چرا جرات چرا داری؟ در مردم که فلانتون رسان است میخوای مناظره بکنی بیاد اکتسایی نمیکنم که تو مناظره نمیکنم که تو چیزی رو یاد نداری. تو صفر هستی. تو به سواد هستی. زرابی سه اگر خودت سیدی زرابی سه اجازه بدید چی کار هستی برای برو از آقای حسینی شما کم صحبت بفرمایید. بخیر باشین. اجازه بدید جناب نجفی شما رو نگفتیم، جناب احمد زکی حسینی را خراب کردیم. تشکر از شما. بار سلام خدمت همه. میکنه امریکا هم میکاره میکنه اروپا هم میکاره میکنه حشره براتون میده بیکار شوید یک سره. یا میترسیم ما شما هدف ما میترسیم از این دولت ها از این سیاست ها میترسیم بسیار بزدل هستیم که توصیف بکنیم اینا یا مردانوار استاد بشیم که حق رو بالا بگیریم. بی‌عدالتی زمانی به وجود میاره زمانی از این که سر شما ظلم بشه تا مظلوم نباشه ظلم کس کردن نمیکنه. ما مظلوم ظلم پذیر هستیم. کوتاه دوستا پرسش‌ها رو داشتن. چشم من گلاس آب بگیر. دوستانی که پرسش دارن دستشون بالا کنن. ضرورت معذرت میخوام اگر این برنامه یک شکلی باشه که حالت پرسش و پاسخ داشته باشه. ایشان سخنرانی میکنن، بیانیه سیاسی صادر میکنن، توضیحات عجیب غریب میدن. اطلاعاتشان هم قبلا هم گفتم در اقتصاد صفر است، در حقوق بین الملل تو نمره ندی
دیگه برای من نمونه ندید. صحبت کنن بیشتر تحصیلات توصیه میکنن جای توصیه خود نیستیم شما هم تو چیکار هستی برای من نمونه میدی؟ برنامه کی هستی؟ افراد خونسرد باشن لطفا. سر یک دیواری تکید. یا خارج کنید زرانی سر یا خارج بشید. نه خودتان کنترل کنید لطفا. جناب فاروق آدم مقابل زیاد هم خدا کنترل کردن سخت است. این میآید تبیین میکنه. اجازه بدید شما یعنی چیکار هستی اول کپتر یاد بگیر باز تو دیواری کانکر کی هستی؟ رایی که بور شده ای برنامه مهمان اصلی برنامه مستون و سخنرانی میکنم. خوش هستی خوش هستی از پروگرام خارج شد. جناب خوش هستی از پروگرام خارج شد. عربی سبی امی کاری اسمی اصلا من چرا آمدم اینجا؟ نه بیار پروگرام. کشور ما با اینی روش بدبخت میشه زرابی سب. شما که قصد چرا نمیری که قدر کشور تو خوش داری اون رو خوشبخت بسازی؟ چرا به کانادا کشتی؟ چه اهمیتی داره رفتن با رفتن؟ چرا توی قمیت پرسیدی در مقابل جهان کپ میزنی؟ چرا جرأت چه نداری؟ چرا جرأت چه نداری؟ شخص وارد شویم. در مردم که اطلاعات درست رسانه است. میخوای مناظره بکنی بیاد یک فضای نمیکنم که تو مناظره نمیکنم که تو چیزی رو یاد نداری. تو صفر هستی. تو به سواد هستی. زرابی سه اگر خود اجازه بدید آقای کوهستانی اجازه بدید تو چیکار هستی برای برو از پروگرام آقای حسینی شما کم صحبت بفرمایید. بخیر باشین. اجازه بدید جناب نجفی شما را یاد گرفتم از کلانای مستحیلگران برنامه نه برو برای